یادت که خوش قامتی من غرمی تگاوی بچه آه چی قدر با شرمی تگاوی بچه آه چی قدر با شرمی قمچین بزن از بیدوام آی نرو بروی ما بگذار برای آخرین با بین جفتی بهترین با ما همای هم میشی. دوستان عزیز امروز با مغازه لیدی بیبی اومدم برای اعلان تخفیف کالون که از 30 تا 60% مرحمت کرده بیاین به هر چیزای خوشرو صفتناک مال دبی ترکیه خوب لباس ها برای زنان و کودکان به حد خوشرو من هم برای اعلان آمدم هم یک چند چیز برای خودم گرفتم نصیب با رسپاکوف کرده شما با نشون میدم زودکش تا بیاید که رسپرداژ یعنی تخفیف کالون دور دراز دوام نمی کند. بانوانی عزیز من شما میدونید که من دیگر تمام شرکت ها دا باور میکنم. کسایی که میگن که این خیلی و خیلی با آدم خودشون کار دوست نمیدارن عیده کار نمیبراین بعد هم خیلی میشینن تنقید کرده. باور کنین امروز چی شرکتی که در وطن ما فعالیت میکند همشون در حقیقت شرکت های خوبن شرکت های پیشرفتن 1001 نمود شرکته ولی بسیاری هاشون حسابی که عهده کار نبرآمدن از بین رفتن ولی هست 3-4 شرکتی که در حقیقت این شرکت ها با قوتن و امروز بیشتر زنهای ما را زنهایی که در خانه میشنن به کار جلب کردگیان و چقدر شرکتی که در ما فعالیت کنه از همه پیش صف شرکتی که میدونید چندین سال ها است 20 چند ساله 30 چند ساله این شرکتی فابریکه در این شرکت به نهایت زنهای تاجیک زیاد کار میکنند علل خصوص زنهای خانه‌نشین زنهایی که پیشتر کار نمیکردند و برای چی مردم ما این شرکت های دوست میدارن برای که در این شرکت ها معلوماتی عالی داشتن مهم نیست همین مهم که شما کار رو دوست دارید خواهش کار کردن داشته باشید وقتی خواهش باشد همش آهسته آهسته می شود برای چی من امروز با دلی پر میگم که در حقیقت این شرکت ها خوبم برای که امروز من همین شرکت ها در فعالیت میکنم رجیستراسیون کردگیم باور کنید محصولات ها برای من دیگر بی پول میغلطد در خونم فراوانی این محصولات های رجیستراسیون کردگیم پشت من با چند نفر رو رجیستراسیون کردگیم یکی روز میبینم که کارتم در مبلغ آمد اویلی کم گذشت بسیار خرسند میشم 3-4 شرکت که من رجیستراسیون کردگیم کار میکنم غیر از کارهای ایجادی هم غیر از ثبت رکلامه ها غیر از توی معرکه ها با من همین شرکت ها کار میکنم حاضر میگم برای چی من پیشتر رجیستراسیون نکردم دیگرای توصیه میدادم و خودم رجیستراسیون نمیکردم یگون چی من مثال نه وقتم من میگرفت نه یگون چی کمتر خمی کردم من باید بر وقت رجیستراسیون میکردم بر وقت صاحب پول و صاحب زینه های بلند میشدم بسیار شرکت ها من مراجعه میکنن دیگر بلاگر ده که ما رو رکلام کنید برای چی من دیگر نفر رو رکلام شما رو قبول نمیکنیم برای که ما نیز اعضا شدگیم همین شرکت ها ده مخصوصا در شرکت فابریک من چند ماه شد که فعالیت میکنم برای همین اگر اهمیت داده باشد من عموما یگان کس رو برای شما توصیه نمیتیم برای که علاقه من کارگری همین شرکتم حاضر کمانده مایم کالون شده که همراه ما دیرکتر نرگس کار میکنن یک زنی بسیار موفقی همین شرکت های کارگر کاردان کارچالان هر کسی در کمانده نرگس اومدگی همین خیلی همراهش کار میکنه تیز به زینه های بلند به زینه های دیرکتری برده میرساند باشید نباشید همین اینترنت و تلفن استفاده برده تونید بس یعنی کدام سن سال دم نباشید فرق ندارد همین صرفه اینترنت و تلفن رفته تمام شما کار کرده میتوانید زنهای کالون ساز یا در این شرکت کار میکنند باز دخترکای جوان یاش مکتب خانه دانشجو همه کار میکنن مهم که خواهش داشته باشید خواهش که داشته باشه انشالله که به همه آرزو و مقصداتون میرسید این مرحمت من واتساپ نرگس گذاشتم چی سوالی داشته باشید رجیستراسیون کردنی باشید نویسید شما دا کمک میکند بعد من رحمت میدید